یه دسته از روح‌ها هستن که بهشون روح‌های دورگه میگن. قبل از اومدن به زمین تجربه زندگی توی دنیاهای دیگر رو داشتن و اونجا داخل جسم‌های زندگی میکردن که از نظر ژنتیکی با انسان فرق داشتن. احتمالاً این روح‌ها چند هزار سال پیش برای اولین بار تو زمین وارد جسم شدن. بعضی هاشون خیلی سخت تونستن خودشونو با زندگی زمینی وفق بدن، ولی بعضی ها هم زمین رو برای همیشه ترک کردن. این تطابق سخت باعث شده بیشتر مستعد خود تخریبی باشن. دورگه ها چون از نژادهای قدیمی تری هستن، معمولا روح‌های پیرتر و باهوشتری هن. و چون دنیای قبلیشون دیگه قابل سکونت نبوده یا زندگی خیلی ساده و راحتی داشتن، تصمیم گرفتن به جایی پر از چالش و مشکلی مثل زمین بیان. جایی که هنوز به بلوغ کامل نرسیده و میتونه برای رشد روح تجربه های تازه تری بسازه.